عرض ادب و احترام خدمت تمام دوستداران اتوماکت. دوستان عزیز، امروز آموزش نصب سیستم صوتی برای ماکت رو بردیم. پست امروزمون یه پست آموزشی خفنه و از دست ندید و این پست تقسیم میشه بین 5 الی 6 پارت. الان پارت یکش هست و این ماژولی که میبینید دست من ماژول آمپلیفایر هست و یک ماژول فوق العاده خفنه 5 وات هم هست. مخصوص باندهایی مثل این بانده که 8 اوم 5 وات هست. اینم میبینید 5 ولتاژش 5. اینم همینجوره، اینم یا 4 یا 5. خب دوستان، اینجا اینایی که میبینید من وصل کردم شما حتما باید وصل کنید، چون یک چیز خوب و یک کار خوبیه و یک کار تمیز باید انجام بدید. همیشه کارتون سوکتی باشه بهتره تا اینکه سیمود الکی هویه بزنید. میرید از این لوازم برقی فروشی ها اینا رو میگیرید، اینا نرین، اینا مادگیشه. ببین که وصل شده به باند. حالا میریم توضیحات اصلی رو بدیم. اینجا که 5 وی نوشته یه مثبت و منفی هم بالاش داره. این ورودی برقشه، یه 5 وات باید بهش بدید. حالا شما 3 وات هم یا 4 وات هم بهش بدید اوکیه. این دوتا هم که این بالا میبینید خروجی های باند هست ولی چیه؟ یعنی خروجی های صدامون هست. این ستایی هم که اینجا میبینید ستاشون با همه L و G و R. L وصل میشه به سوکت سمت چپ، R هم سمت راست و G هم که میشه GND میشه این. ما کابل AUX میاریم. حالا بستگی به کابل AUX خودتون داره. کابل AUX من اینجوریه سیماش، یه قرمز داره، یه سفید داره، یه دونم بدون روکش داره که بدون روکش رو همیشه به وسطی وصل کنید. شاید مال شما مشکی باشه، حالا معلوم نیست. شاید هم حالا سفید باشه مال شما، 3 تا مثلا داشته باشه. حالا مثلا شاید AUX شما مثلا قرمز و سبز و سفید باشه یا قرمز و سبز و مشکی باشه، قرمز و سبز و آبی باشه. حالا بستگی به AUX تون داره. حالا اگر تو این قسمت موندید یه دایرکت بدید، من 100% جوابتون رو میدم و بهتون میگم. اینجا اون سیمی که مثلا یا مشکیه یا مثلا روکش نداره به وسطی میدیم. قرمز و سفید رو یکیشون به چپ یکیشون به راست، فرقی نمیکنه. اینجا میام چیکار میکنیم؟ ورودی صدامونه که دیگه سوکتش کردیم همشون. بذار من یه استوپ بزنم اینو وصل کنم. خب میبینید که به راحتی وصل شد و میریم واسه وصل کردن سیم های باند. حالا یه استوپ بزنیم من وصل کنم. خیلی هم عالی و تمیز. ببینید سیم های باندم جا خورد به راحتی. ببین یکی میره واسه یه باند، یکی هم میشه واسه یه باند دیگه. به راحتی هم میاد بیرون. شما لازم نیست. ببین در اومد، تموم شد. نه چیزی خراب میشه، نه سیمی خراب میشه، نه چیزی. این پارت فقط مخصوص این بود و پارت بعدی و فردا واسهتون میذارم یا الا 2 روز یا 3 روز دیگه. فقط یه توضیح دادم که بدونید در مورد این پارت بعدی آموزش وصل کردن ماژول شارژ به باتری هست. حتما دنبال کنید که آموزش‌های بعدی رو از دست ندید.